سلام و درود خدمت کاربران گرامی. امیرعلی هستم. خوش اومدید. با یه آموزش دیگه خدمت شما هستم. خب از اونجایی که خیلی‌ها به من پیام دادن که بیام یک ویدیویی بسازم راجع به سایتی که دارم استفاده میکنم، یا به هر حال یه سایتی بهتون معرفی بکنم که بتونید خیلی راحت بدون اینکه حالا حتی نیاز داشته باشید به اینکه ویدیو و پروموت کنید، حالا مثلا اون ویدیو خودتون رو برای درآمدزایی و اینا. من برای یوتیوبرهای عزیز یا کاربران محترم یه در واقع برنامه میخوام بسازم که الان همینه. راجبش صحبت الان میکنیم، راجب کلا همین مسئله، راجب کلا الگوریتم سیستم یوتیوب هم صحبت میکنیم. پنل درآمدزایی منم حالا اگر بتونم بهتون نشون میدم، حالا اگه بشه. خب میریم تو برنامه. خب ببینید دوستان، ما یک سایتی رو اخیراً پیدا کردیم که از طریق این سایت خیلی راحت شما میتونید، حالا من که خودم استفاده نمیکنم، من ویدیوهام توسط کاربران خب حالا به هر حال شبکه‌های اجتماعی هست و از طریق اون بیشتر پروموت میشه و بالا میاد، بالای 1000 تا بازدید میخوره. حالا کانالا میگم زیاد، من از طریق اینستاگرام تبلیغ میکنم بیشتر، یا از طریق حالا فیسبوک، یا حالا سایتایی که حالا به هر حال این کار رو انجام میدن میان کانال منو پروموت میکنن. آره این هست، ولی خب من یعنی همه وقتمو نمیذارم صرف این سایت ها و خب خیلی جالب حالا که درباره خودم بود. یه سایت رو میخوام بهتون معرفی بکنم که این سایت اسمش اولا گو ویرال خب، و بسیار سایت خوبیه تو یوتیوب. حالا ما سایت که توی زمینه یوتیوب کار میکنن به شدت زیاد داریم، بهتون گفتم مثلا سایت فکر میکنم یوتیوب مانستر هست که هم یوتیوب مانستر روسی داریم، هم یوتیوب مانستر ژاپنی دیگه. مای تورز تاون هست که حالا بهتون برنامه‌های دیگه گفتم که چه کاربرد داره و چقدر خوب میتونه ما سابسکرایب و لایک بده. ولی خب در حد همون، یعنی در حد مثلا اون سایت مای تورز تاون برای درآمدزایی ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، یعنی صرفاً برای اینکه بخوایم درآمد ازش به دست بیاریم، اونایی که کانالشون در واقع مانیتایز شده. نه اینجوری نیست. ما خیلی کم، من الان پنل درآمدیمو نگاه میکنم، وقتی با اون سایت مثلا مای تورستان صرفاً فقط کار میکردم پنل درآمدزایی به شدت کم بود، یعنی خب درآمدی رو ما شاهدش نبودیم، به خاطر اینکه حالا یه برنامه جداگونه می‌سازیم که یوتیوب چجوری حالا در واقع درآمد ما رو حساب می‌کنه، سیستم درآمدزایی یوتیوب به چه شکل، الگوریتم یوتیوب چه شکلی. خلاصه درباره این سیستم درآمدزایی یا الگوریتم یوتیوب خدمتتون عرض می‌کنم. ما میگیم به شما کمک می‌کنیم، یه سایتی معرفی می‌کنیم که یه جورایی نمیخوام بگم دور بزنه، نه، ولی یه جورایی به شما کمک می‌کنه که بیشتر دیده بشید. یعنی خب همه عاشق این قضیه هستن، ما نمی‌خوایم به شما بیایم یه جوری فکر کنیم که حالا خیلی براشون بد جا افتاده، مثلا اینکه حالا بیان یه تجارت خیلی ساده انجام بدن، یعنی لایک یه نفر بزنن، لایک بگیرن. این صرفا یه کار مثلا غیر قانونی نیست، یه چیز خطایی نیست. خیلی از کشورها از این قضیه میگم استفاده میکنن. اینجوری نیست که حالا بگیم خطاه، نه، واقعا اوکیه. به نظر من این سایت ها اوکیه، ما باید این سایت ها حمایت بکنیم چون داره یوتیوبرها رو باعث حمایت یوتیوبرها میشه. خب طبیعتاً من یه برنامه راجع به فیلتر شکن ها میسازم، چون فیلتر شکن ها بر اساس به هر حال، چون کشور ما هم تحریم، هم خود کشور ما فیلتر کرده سایت یوتیوب، اون مجبوریم که از فیلتر شکن ها استفاده بکنیم. خب یه سری افراد متاسفانه از فیلتر شکن ها استفاده میکنن که این دغدغه خیلی از یوتیوبراست، از فیلتر شکن ها استفاده میکنن که رایگانه و این فیلتر شکن رایگان اصلا تبلیغ نشون نمیدن، یا از اد بلاک ها استفاده میکنن که چقدر هم خطرناکه واسه کامپیوتر. حالا بعداً یک برنامه می‌سازم راجع به اد بلاک که چقدر خطر داره. خب یه قضیه هست این بود، یه قضیهش اد بلاک، یه قضیهش حالا این در واقع فیلتر شکن ها هست که خب خیلی از کاربرا دارن استفاده میکنن و خب غیر قانونیه. به نظر من این غیر قانونیه که از فیلتر شکن رایگان استفاده بکنید. شما از فیلتر شکن های استفاده بکنید که نمیگم برید بخرید اشتراک کنید، حالا اگه توان مالیشو دارید برید بخرید. خیلی مثلا 2 تا فیلتر شکن پرسرعت هست
تو کل جهان هم خیلی حالا صداش پیچیده، یکی اکسپرس وی پی ان، یکی هم نورد وی پی ان. خب این دو تا خیلی در واقع مشهورن تو جهان و اشتراک میگیرن از کاربراشون بدون حالا چیز بدون اون اکانت رایگانه. ولی خب من یک چیزی هم به شما، یک فیلترشکن هم به شما معرفی میکنم که خیلی راحت وارد یوتیوب یا خیلی از سایت ها بشید. اسمش پورتون وی پی ان. پورتون وی پی ان خیلی دوستان تبلیغشو بکنین بچه. این فیلترشکن عالیه به نظر من، تبلیغشو بکنین، چون واسه کاربرای حالا مثلا یوتیوب هم تبلیغ هم نشون میده و این باعث میشه که یه حمایتی برای یوتیوبرها بشه. یعنی اوکیه، هم تبلیغ نشون میده، هم شما وقتی ژاپن بزنی همه چی ژاپنی میشه، معلومه که اصله. خب اینو بگم بهتون. و سروراش پولی ان، ولی خب اکانت رایگان داره، اکانت رایگان کم سرعت داره البته. من اگه مثلا پول بدید اکانتش پر سرعت. حالا اینا فقط خواستم بگم که صفانی 10 دقیقه از برنامه‌ام گذشت، متاسفانه یه مقدمه‌ای می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. بریم وارد ویدیو بشیم ببینیم این سایتی که معرفی کردیم قضیه چیه. خب سایت گو ویرال هست بچه. حالا می‌خواید توی خود گوگل بزنید این سایت رو، بزنید گو ویرال براتون میاد. یه ثبت نام ساده انجام بدید تو سایت و وارد سایت میشید. خب ببینید دوستان، ما اینجا یه داشبورد داریم. اولا سایتی که معرفی کردیم گفتیم سایت گو ویراله. اینجا نمیشه دیگه، سایت گو ویراله. و خب سایت گو ویرال بچه‌ها خیلی مزایا داره. یکی از مزایاش اینه که ما میتونیم به صورت اتوماتیک سکه جمع بکنیم. حالا این موضوع رو من تو برنامه‌های دیگه میگم چون الان تایم برنامه میره بالا. خب طبیعتا مثل همه سایت‌های دیگه ما یه آپگرید ممبرشیپ داریم که بعد یه هزینه اضافی بپردازید برای این کار تا بتونین حالا مثلا به اون خدمات بهتری مثلا بهتون بده. حالا مثلا اینا از $120 شروع میشه تا اینا دیگه. مثلا حالا اینا رو بخرید، این پکیج رو که مثلا $10 $45 این هم $120 که حالا یه مبلغی هم بهتون میده سکه. پکیجی که سکه بهتون میده. یکی اینه که آپگرید تو ممبرشیپه که حالا آپگرید تو ممبرشیپ حالا باش کاری نداریم ولی نشونم بهتون بدیم، بعدم نیست اگه واسه نشون بدیم. اینا بچه‌ها خب توی فری چه اتفاقی میفته اینه که خب شما یه کانال بیشتر نداری و یک پروفایل تیک تاک داری، ماکسیموم ویدیوهایی که میخوای در واقع پروموت کنی 10 تا بیشتر نمیشه. ویدیوهایی که در واقع اکتیو میکنی بیشتر از 5 تا جواب نمیده. بیشتر از 90 ثانیه نمیتونی ویدیوهاتو پروموت کنی. ماهانه بهت سکه نمیده و محدودیت در واقع انتقال داره و خب کلی چیزای دیگه. ولی شما اصلا وقتی به اسلیور یا گلد یا پلاتینوم بگیری خیلی خدمات بدونی، اصلا ماهانه بهت حداقل 50,000 سکه میده که واقعا رقم زیادیه. یا مثلا اینجا 10,000 سکه 20,000 سکه رایگان بهت میده و همزمان میتونی 5 تا کانال رو پروموت کنی. این خوبیاشه. حالا من کاری به این ندارم دیگه. حالا کسی که پولشو داره اینو میگیره، پولش هم حالا الان بازی پولش دقیقه ببینیم، چون پولش دقت نکردم $30 $60 $120 بده خدا برکت دیگه بده. حالا اینو خدماتش هم بگیر. من پیشنهاد میکنم بخرید چون واقعا سایت خوبی و معتبریه. از نظر من اینطوریه. خب چرا میگم معتبره؟ به خاطر اینکه شما یه پنل دارید بهتون نشون میده مثلا چقدر ویو گرفتی تا الان، چقدر کامنت گرفتی، چقدر لایک و اینها، و یه ارن کوینز داره. حالا با ارن کوینزش کار داریم. یعنی چی؟ خب ما الان 8000 سکه داریم. خب ببینید دوستان، نحوه سکه جمع کردن به این شکله که من میام اینجا همین قسمت ارن کوینز رو میزنم و میشینم نگاه میکنم. یعنی این ویدیو رو همونطور که میبینید دارم میشینم نگاه میکنم. خب به مدت مثلا 75 ثانیه بعد میشینم نگاه کنم. خب من 75 ثانیه نگاه میکنم بعد اسکیپ میکنم ویدیو. خب ببین بچه‌ها، من الان رفتم سراغ یه ویدیو دیگه. الان یه ویدیو دیگه برام باز شد. خب شما میاد چیکار میکنین؟ اونو من دیدم برام حسابم شد مثلا 4 تا 5 سکه من داد. این لایک رو میزنین. با ویو گرفتن خیلی زیاد سکه بهتون نمیده، ولی با لایک زدن اینا مثلا نکن لایک میزنم. واسه که لایک زدم میام وریفای اکشن رو میزنم و خب بعضی موقع خب
همزمان با لایک سابسکرایب داره. خب سابسکرایب باید بزنید، دکمه سابسکرایب بزنید. طرفو سابسکرایب کردید بیاید وریفیکیشن وریفای اکشن رو بزنید که حالا در واقع ثبت بشه. حالا یه مشکلی بعضی موقع برمیخوره، مثل الان که میزنه unable to verify right now، این کارو میکنه. خب هیچ مشکلی نیست، چون اینجا تو همین قسمت ما در واقع برامون بعد 24 ساعت به حسابمون واریز میشه. اصلا خیالتون راحت باشه از این قضیه، پس خیلی ناراحت نباشید. خب من اصلا سابسکرایب من میزنم، ببینیم سابسکرایب ثبت میکنه یا نه. خب سابسکرایب رو میزنم، میام وریفای اکشن رو میزنم. بچه باید اینتون این باشه، این جلوش باشه که ببینه داستان چیه. خب الان واسه من ثبت کرد، این خودش برداشت، من دستی نزدم به چیزی. خب الان باید ثبت کنیم. معمولا بچه‌ها سعی کنید قبل از اینکه این ویدیو برسه به تایم موعدش و بره ویدیوی بعدی این کار رو انجام بدید، این خیلی زودتره. حالا الان سابسکرایب من اصلا چیزی نمی‌کنم، میتونید اسکیپ بزنید، چیزای دیگه رو ببینید. به این شکل دیگه، یعنی به این شکل هستش و شما به راحتی یه چیز دیگه هم داره بچه‌ها، اینا بهتون بگم یادم رفت اصلا. ببین بچه‌ها در قسمت سمت راستمون ما یه قسمت باونس تارگت داریم. این چی کار میکنه؟ شما وقتی که به 100 تا ویو رسیدی میاد بهت 250 سکه رایگان میده، یعنی به عنوان جایزه. اگه 10 نفر لایک کنی به 10 تا 250 سکه رایگان، اگه 10 تا ساب کنی به 500 سکه رایگان که خیلی عالیه، اگر 10 تا کامنت بذاری هم 300 سکه رایگان. به همین شکل راحت جمع میشه. حالا نرخش چجوریه؟ نرخش به این شکلی، من برای مثلا مثلا یک ویدیوم رو الان میخوام پروموت کنم، یک ویدیو لینکشو میدم، خیلی جالبه. کویک ایمپورت هم داره که کویک ایمپورتش خیلی جالبه، یعنی بدونید که من لینک ویدیو رو مثلا بهش بدم، خودش ویدیوی من از قبل داره و مثلا خب حالا دیگه هم ویدیو من از قبل داره. مثلا این ویدیو رو تو لیستم فکر کنم نیست، من این ویدیو رو میخوام پروموت کنم، یه مقدار صبر کنم تا بیاد. خب نمیشه successfully create، یعنی ساخته شده. اوکی میزنیم. خب میره توی همون قسمت پروموشنش. خب توی قسمت پروموشن یا همون تبلیغش ما یه سری گزینه‌ها داریم. من خیلی اقتصادی و خیلی کاربردی بهتون میگم که بعد دقیقاً توی این قسمت چیکار بکنید. خب ببینید اگر برای مثلا من 8000 سکه جمع کردید، معمولا روزانه به نظر من تا 10000 تا 12000 سکه جمع میکنید اگر تو یوتیوبر هستید. خب اگر میخواید مثلا بالای 1000 تا بازدید داشته باشید این کار رو انجام بدید، چون حداقل درآمدی که بهتون بابت هر ویدیو میده بین 2 تا 3 دلار یا 3 تا 4 دلار حداقل بهتون درآمد میده فقط همین سایت. چون گفتم سایت معتبریه، کلی از در واقع مردم جهان میان تو این سایت بسیار پربازدیدیه. چون من اصلا ندیدم تا حالا بخواد به من یک گزینه نشون بده بگه مثلا خب آره آقا ما ظرفیت کسانی که میان تو این سایت تکمیل شده، ما نمیتونیم بهتون مثلا ویو بازدید بدیم، یا همچین چیزی اصلا نداره. خب الان بریم در قسمت اول یا قسمت پنل آبی رنگ ما ویو رو داریم. خب ویو چیکار میکنه؟ ببینید ویو خب بازدیده دیگه طبیعتا. شما مقدار زمانی که الان ما دیدید بچه‌ها 40 ثانیه وایسادیم، 70 ثانیه وایسادیم، میتونیم بهش بگیم آقا شما تا 70 ثانیه حداقل، الان مثلا این ماکسیمومشه، ماکسیموم چقدر می‌خواید وایسی؟ ماکسیمومشه ما با این کار داریم. حالا این تا 90 ثانیه هم بره اوکیه، حالا نه تا 90 ثانیه هم بره نره، خب ما اینجا خیلی کار نداریم چون بیشترش هم دیگه اجازه نمیده خودش هیچ. ما مثلا 50 ثانیه یا حداقل 59 ثانیه اینو میذاریم، همونطور که دارید میبینید 1000 تا ویو میزنیم که 1000 تا ویو بشه، میشه 21000 تا، خیلی رقم زیادیه. خاطر همین میکنیمش 49 تا، این نزدیک 50. حالا اینو این بچه‌ها این اصلا تأثیری رو شما نمیاره. مثلا من اینو تو 90 ثانیه میبرم آره، ولی 12000 تا همونطور که دارید میبینید توی تصویر میتونید آره بذارید 49 ثانیه که همون 12000 تا رو براتون حساب بکنه.
خب در قسمت تعداد ویو رو داریم که گفتم تعداد ویو رو من تو قسمت سمت چپ مشخص کنیم. توی وسط ما این وسط کار داریم، من بهتون توضیح میدم. خب این هیچ اصلا ربطی نداره. من اگه 10 بذارم میگه ماکسیموم ویو چقدره، من میگم 1000 تاست دیگه. خب میذاریمش 1000 تا. این مثلا 1000 تا ویو. خب طبیعتا 1000 تا هم ماکسیموم ویو میشه برای تحلیل و اینها. یا میتونیم حتی بیشترش هم کنیم، مثلا بگیم 2000 تا. خب پس اصلا خیلی اینم یه مهم نیست، اینم صفر برابر با صفر باشه اوکی، چون میگه برابر با صفر میشه اینفینیت، یعنی نامحدود. پس اینم بذارید نامحدود چون خیلی مهمه. ولی این عدد با این کار دادم. خب ببینید یه سری دوستان خیلی دیر با این بازی براشون انجام میشه، نمیذارید خب هفته، یعنی زیر یه هفته انجام بده. ولی بعضی دوستان زیر یه روز انجام بشه، یعنی تو یه روز انجام میشه، خب میذارن تو. ولی خب بعضی دوستان تو یه ساعت انجام میشه، خب یه ساعت میذارن. طبیعتا تو هم یه ساعت میذاریم، هیچ فرقی نمیکنه، این فقط سرعتشو داره بالا میبره. خب هزینه لایک چجوریه؟ لایک شما اگه ببینید من اینجا لایک پنل داره، اگه هر چقدر تعداد زیاد کنم میبینید که سطح بالا میره. خب لایک این شکلیه. و اینم بذارید که پر اورز، که دیگه اینا رو هم بذارید پر اورز. خب نکته که وجود داره پر دیز هم بذارید گذاشتید، چون پر دیز من احساس میکنم بهتره، چون پر اورز من خیلی وقت گذاشتم یا مثلا کم بازی بخوره. یه بخش کامنت داریم، کامنت هم 150 تا قیمت دارن. ببینید مثلا ببینید کامنت بچه‌ها 1 150 300 450 600 750 آره 5 تا کامنت شد 750 تا. برای اینکه یوتیوب شک نکنه 2 تا کامنت میذارید. خب خیلی اقتصادی گفتم. سابسکرایب اگر دوست داشتید، چون سابسکرایب حداقل 200 تا قیمتشه. خب مثلا من میخوام تا 13000 تا هزینه کنم، اون 4 تا سابسکرایب بکنم و اینجا دکمه فینیش رو میزنم. خب الان من چون نمیزنم چون قبل پولشو ندارم، دکمه فینیش رو میزنم و تموم دیگه، تموم دیگه، باش کاری ندارم، خودش عملیات پروموت رو انجام میده. یک خوبی دیگه هم که این سایت داره اینه که ما به راحتی میتونیم در واقع کنترل بکنیم اینجا رو. خب میتونیم توقف رو بزنیم، میتونیم پولمون رو پس بگیریم. این بچه خوبی داره، مثلا پولمون رو حتی میتونیم پس بگیریم، مشکلی نداره. پولی که دادیم بابت حالا مثلا این اگه دوست داشتیم که حالا 750 تا خرج کنیم، اینو پس میگیریم. اینو بچه‌ها بهش میگن عمل ریفاند، دیلیت میکنیم و اینا. به همین راحتی ویدیومون رو پروموت میکنم. من یه یوتیوب هم بهتون نشون بدم. خب ببین بچه‌ها توی پنل درآمدی من میرم که حالا ببینید این تو قسمت درآمدم. خب ببین بچه‌ها در قسمت سمت چپ ما یه هزینه بر 1000 کلیک منتظر رو بازپخش رو داریم، یعنی به ازای هر 1000 بازدیدی که شکل بگیره بدون اینکه تبلیغات توش صورت بگیره $2 بهت میده. و ببخشید این به ازای هر کلیک هر 1000 بازدیدی که توسط تبلیغ توش صورت گرفته باشه اینقدر پول میده. اگه تبلیغ صورت نگرفته باشه اینقدر پول میده. درآمد منم که الان میبینید اینقدر. خب الان درآمد من یهویی رفته بالا تو این 3-4 روزه. این 3-4 روزه هم خودتون میدونید به خاطر همین کار کردن با این سایت بیشتر. آیتول تاونز رو گذاشتم کنار، خیلی استفاده نمی‌کنم. میبینید که یهویی رسیده به $2 و $2.5 و حتی بالاتر. بیشترین درآمدی که مثلا داشته خب یه ویدیو نزدیک $4 بوده. خب به این شکله. حالا من دیگه خیلی بازش نمی‌کنم ولی به این شکل دیگه. خیلی ممنون از اینکه ویدیو رو دیدید و خدا نگهدار.